درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 30 ایول است و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه. در ولایت سوخ شهروندان قرقیزستان را برای عبور غیر قانونی مرز تاجیکستان به جوابگری کشیدند. دوزنگی در تاجیکستان وجود دارد ولی به مقامات شکایت نمیبرند و یا چرا زنان دوم سرسان و بدبخت شدند را میپذیرند و درباره مشکلاتشان لبوا نمیکنند. جای ایستادن ندارم، جای رفتن ندارم. من نمیدونم سه کودک معیدقتی کجا برم. همکاران آوازخوان شناخته از سوریا قاسم و میگویند جریمه بندی شدن او از سوی جنسی فساد بحث برانگیز است. اکثر چورابینی همین وزنی که در کار بود دعوت میکنی باید من اشتراک میکنم میروم. در 6 ماه سال روان در ولایت سوخ 19 شهروند قرقیزستان برای عبور غیر قانونی مرز تاجیکستان بازداشت و جریمه و یک نفرشان زندانی شده است. مسئولان دادگاه ولایت سوخت امروز در این باره ضمن نشست خبری اطلاع دادند. به تاکید مسئولان عبور غیر قانونی مرز طبق قانون از 30 تا 60,000 سومانی جریمه یا در صورت با نقشه پیشکی و متشکلانه صورت گرفتن از 5 تا 10 سال زندان را در پی دارد. شهروندان جمهوری قرقیزستان 19 نفر، نوعی باباجان غفورов 13 نفر، نوعی اسفروی کنیبودون 3 نفری پرونده و نسبت آنها حکم برآورده شده است. مسئولان دادگاه گفتند سال گذشته هم 18 زاده قرقیزستان برای عبور غیر قانونی مرز به جوابگری کشیده شدند. بعد زنازنی مرزی آخر ماه اپریل امسال جانب قرقیزستان سرحدش را برای عبور و مرور تاجیکان بست، ولی جانب تاجیکستان برای رفت و آمد شهروندان قرقیزستان محدودیت جاری نکرده است. در این زمان بسته بودن مرز با قرقیزستان به گردش مال و کالا با تاجیکستان تاثیر رسانده از زیرا تاجران راههای نو ولی گرانتری مبادله را پیدا کردند. با افغانستان هم بعد به دست طالبان افتادن گذرگاه شیرخان بندر گردش مال تقریبا نیست. برای یوسفی و علیشیر ظریفی در همین باره میگویند. مقامات تاجیکستان گفتند گردش مال توسط گذرگاه پنج پایان یا شیرخان بندر در مرز با افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 30 ایول کم شدن گردش مال میان دو کشور را به ناامنی‌ها در مرز از جمله به دست طالبان افتادن گذرگاه شیرخان بندر ربط داد. اگر پیشتر در یک روز تا 35-40 ماشین باردار هم طریق ترانزیت هم از جمهوری اسلامی افغانستان میگیم از گذرگاه پنج پایان وارد میشد، حاضر شماره همین بعضی روزها تا 3-4 تا آمده است، بعضی روزها عموما نیست، میشود که 2-3 روز عموما یگان ماشین وارد نمیشود. همین خیلی وارد صادرات باشد در نوبت خود با طلب آن بگیم شرکت هایی که با صادرات مال از جمهوری تاجیکستان یا که ترانزیت مال طریق جمهوری تاجیکستان برای افغانستان مشغولند، با طلبات آنها مثلا مقدار معینی بارهایی که در سرحد جمع میشوند البته به آن طرف انتقال داده شده ایستادند. اگر گردش مال توسط گذرگاه مرزی پنج پایان یا شیرخان بندر در ماه ینور امسال حدود 90,000 تن را تشکیل میداد، در ماه ایون این آمار به نزدیک 40,000 تن پایین آمده است. گذرگاه شیرخان بندر که مسیر اساسی انتقال مال و کالا میان تاجیکستان و افغانستان به شمار می رود 21 ایون امسال به دست طالبان افتاد. این هم در حالی است که پس از حادثه های آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان انتقال مال و کالا از طریق این کشور قطع شده است. بعد این حادثه قریب یک خطا نکنم 60 عدد واسطه‌های نقلیات با بار جمهوری تاجیکستان در حدود جمهوری قرقیزستان باقی مانده. خیلی واید این مسئله وزارت کارهای خارجی بگیم کارهای معین را انجام داد. اکثر ماشین بارهایی که به شهروندان ما تعلق داشتن وارد شدن، در نوبت خود آن مال و کالایی که از شهروندان جمهوری قرقیزستان در حدود جمهوری تاجیکستان مانده بود اینها هم انتقال داده شدن. لیکن در حاضر خیلی گردش مالی و گردش بگیم رفت آمد شهروندان منع کرده شده است.
коршиносон мегӯянд қатъ шудан ва коҳиш ёфтани табодули молу коло тавассути Афғонистон ва Қирғизистон ба нархи маҳсулот дар бозорҳои Тоҷикистон бетаъсир намемонад. вақте дар бозор пешниҳод коҳиш ёфт якбора нархи ҳамон гурӯҳи маҳсулотҳо метавонанд баланд шавад. нархи баланд шуд мутавасситан ба сатҳи зиндагӣ таъсири манфӣ дорад, чунки дастрасӣ ба ҳам молу маҳсулот маҳдуд мешавад. пас аз баста шудани марзи Қирғизистон, тоҷирон масири табодули молу колоро аз тариқи Узбекистон ба роҳ мондаанд, ки боиси дар умум коҳиш наёфтани гардиши мол дар Тоҷикистон шудааст. тибқи иттилои хадамоти гумруки Тоҷикистон, дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ гардиши тиҷорати хориҷии Тоҷикистон ба наздики $3 миллиард расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36% зиёд аст. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Кумитаи андози Тоҷикистон мегӯяд дар кодекси нав, ки тарҳи он дар баррасии ҳукумат аст, миқдори молиёт кам карда шудааст. Пештар баъзе аз соҳибкорону раҳбарони ширкатҳо мегуфтанд воқеан баъзе сабукиҳои хурд ҳаст, вале мушкилиҳо низ мондаанд. низоми андозбандии Тоҷикистонро ба хотири сарбори зиёд доштан барои соҳибкорон ҳамвора танқид мекунанд. Мулраҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин гузориш медиҳанд. سران کمیته انداز کودکس نو باج خراج را شرح دادند. آنها گفتند در کودکس نو شماره عمومی انداز یا مالیات از 10 به 7 عدد کم شده است. این چنین انداز از درآمد با انداز از فایده یک جای کرده می شود. سبکی دیگر این یک جای کردن انداز از واسطه‌های نقلیات با انداز از مال و ملک بوده است. تغییرهای دیگری قانون انداز را چنین شرح دادند. در برابر این در لایحه معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی برای فعالیت استحصالی به اندازه 13%، برای دیگر نمود فعالیت 18%، قبلا 23% بود با 5% کم کرده شد. برای تشکیلات‌های مالیوی قرضی و شرکت‌های موبیلی به اندازه 20%، قبلا این معیار 23% بود، یعنی با 3% کم پیش بینی کرده شده است. در لایحه کودکس انداز معیار یگانه انداز از درآمد شخصان حقوقی به اندازه 12%، یعنی یک تا معیار معین کرده شد. قبلا 8 و 13 بود، یعنی 1% معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی کم کرده شده است. در تاجیکستان 3 بار کودکس انداز عوض شد، اما به گفته اقتصاددانها هیچ یکی از آنها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. نظری که مقامات به آن راضی نیستند و میگویند به صاحبکاران سبکی‌های زیاد دادند و میدهند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. بینندگان عزیز، این گزارش را در شکل مفصل میتوانید در سامانه رادیو آزادی ببینید. نیودهای رسمی در توجیکستان میگویند هرچند در کشور بسیار زنی هست، ولی همسران دوم تا زمانی که به مصیبت و مشکلات دچار نشوند به مقامات مراجعت نمیکنند. دوزنگی در کشور غیر قانونی است و جزا هم دارد، ولی سالهای اخیر این مسئله را نیز گاهی میبردارند که به بسیار زنی اجازه داده شود. نگاره فضل‌الدین دیروز در نشست خبری کمیته کار با زنان حضور داشت و گزارش او را یک جای میبینیم. در این نشست خبری در دوشنبه مقامات کمیته کار با زنان گفتند هرچند دوزنگی در تاجیکستان وجود دارد، اما شکایت از این عمل غیر قانونی به آنها نرسیده است. ما هرچند میدونیم که عموما دوزنگی در جامعه ما هست، متاسفانه در 6 ماه یگان مرتبه از بالای دوزنگی مثلا شخصیتی برای ما مراجعت نکرده است. در تاجیکستان برای پلیگامی و یا بسیارزنی از جریمه‌های بزرگ تا 2 سال زندان مقرر شده است، ولی با این گناه کم کسان پس پنجره می روند. پیامدهای دوزنگی در تاجیکستان زیاد دیده می شوند، از جمله در کوچه ماندن همسران دوم و یتیمان. شبنم یکی از چنین همسران است. جای ایستادن ندارم، جای رفتن ندارم. من نمیدونم 3 کودک معده قتی کجا برم، چیکار کنم. مادری من خودش 1 سال شد بیمار در روی جاگه خواب. مثل شبنم در تاجیکستان هزاران نفر است.
ولی با گفته حامیان حقوق زنان مقامات مشکلات بسیارزنی را نادیده میگیرند. عین زمان مشکلات اجتماعی و از هم پاشیدن خانواده ها این مشکل را زیادتر کرده است. در این نشست گفتند که در نیم سالی که گذشت تقریباً 6,500 مورد جدا شدن جفت‌ها را ثبت کردند که نسبت به 6 ماه سال گذشته 990 حالت زیاد است. از بس که زنان دوم با شوهرانشان نکاح رسمی ندارند، بعد از جدایی به مصیبت زیاد روبرو میشوند. نه مدت 4 ماه میشه کودک‌ها نه خوراک میارن، نه تم لباس، نه یگام چی. از بس که در تاجیکستان بسیار زنی غیر قانونی است، هیچ آمار در این مورد وجود ندارد. هرچند در هر سری قدم میشنوید که فلانی از وزیر تا به کدام یک مرد عادی 2 زن دارد. برنامه ادامه میدیم. همکاران آوازخوان شناخته و سابقه‌دار توجیک سوریا قاسم و جریمه شدن او را از جانب آژانسی مبارزه با فساد بحث برانگیز میدونند. هرچند خود آوازخوان معروف هزارها سامانی مبلغ جریمه را بدون حرفی سپریده است، آنها میگویند اکنون در معرکه کلاب شرکت کردن او زیر سوال است. در گذشته فرزندان آوازه‌دار سوریا قاسم شبنم سوریا برای دیر سپردن اندوز و فرزانه خورشید به خاطر گهواره بندون پردبدبه فرزندش نیز از سوی مقامات دخلدار جریمه شده بودند. ادامه در گزارشی محمود جان رحمتزاده. سوریا قاسمова هنرمند شناخته تاجیک 15,000 سامانی جریمه را که آژانسی مبارزه با فساد معین کرده بود پرداخته است. در ریاست فرهنگ کلاب میگویند پس از این واقعه آوازخوان معروف ممکن است دیگر در معرکه های رسمی منطقه شرکت نکند. آژانسی مبارزه با فساد پس از تفتیش فعالیت مالیوی بخش فرهنگ کلاب سوریا قاسمова را جریمه بست که در کلاب زندگی نمی کند ولی همچون کارمند دسته هنری فلک این شهر معاش میگیرد. چه بگم شهروندی که در شهر دوشنبه استقامت میکنه نامش وای رفته سی با مبلغ همون معاش گرفتگیش 15,000 سامانی مقرر شده که وای مقرر شده که برقرار کرده مبلغ. اما همکاران سوریا قاسمова میگویند او هرچند در کلاب زندگی نمی کند ولی در همه چورابینی ها شرکت میکرد. آقای سوریا روز دیگر در تمام چورابینی های شهر ولایت نم شهر کلاب در ما 5-6 بار دعوت کردیم اینا 100 سالگی که قید کردیم بابا نعمتلو اکثریت چورابینی همین وزنی که در کار بود دعوت میکنی و می اشتراک میکنه میروه و در قصد فرهنگ نداره انسامبل فلک ولایتی منطقوی کار میکرد. تا حال خود سوریا قاسمова در این باره چیزی نگفته است ولی همکاران و دوستانش این جریمه بندی را خطا دانستند. سوریا قاسمова هنرمند 64 ساله تا 3 سال پیش رهبری دسته فلکی نزد شعبه فرهنگی منطقه کلاب بود. بعد بیمار شدن با عریضه خود از رهبری دسته کنار رفت اما کارمند و مربی ثبت شده 1000 سامانی ماهانه می گرفته است و یکی از چهره‌های معروف هنر تاجیکستان است. حالا دختران شبنم سوریا و فرزانه خورشید نیز از سرایندگان نامدار به شمار می رود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. و سازمان دیدبانی حقوق بشر از مقامات ایران تقاضا کرد شخصانی را که برای اشتراک در نمایش اعتراضی در خوزستان و منطقه‌های دیگر این کشور حبس شدند آزاد کنند. روز 15 ایول امسال در 10 شهر و مناطق ولایت خوزستان ایران که جمعیت کلان عرب‌ها در آن زندگی می‌کنند اعتراض برخاسته و به زودی به مناطق دیگر این کشور از جمله بعضی قسمت‌های تهران پهن گردید. بینندگان عزیز برنامه را اینجا به پایان میرسونم. سپاس از شما که تا این دقیقه ما را همراهی کردید. خبرگزاری‌های چون همیشه در سامانه رادیو آزادی و گزارش‌های دیگر در یوتیوب گذاشته میشوند. برایتان عزیزان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت میخواهم و در هفته نو منتظرتان خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.